کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 18 مای سال 2022 ساعت 12:46 دقیقه به وقت محلی در قلمرو این جمهوری و اطراف آن باز یک زمین لرزه ثبت شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت مرکز این زمین لرزه در 259 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه و 70 کیلومتری شمال و شرق نویه اشکاشم در حدود افغانستان جایگیر شده. اقتدار آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال و در خاروق 2 بال را تشکیل داده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت این آفت یگان اثرات جانی و مالی به جا نگذاشته است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که مرکز زمین لرزه روز 18 مای در ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 99 کیلومتر لرزیده است، ولی این مرکزهای زلزله نگاری اقتدار زمین لرزه اخیر را در مرکزش طبق جدول ریختر 4.7 بال برآورد کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شوند. یادآور می شویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.